سرخط مهمترین خبرها: هلاکت یک شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه، یک پسر با اتهام کشتن پدرش بازداشت شده است و مردم تاجیکستان برای زمستان چه آمادگی دارند؟ سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 15 اکتبر سال 2025 است. کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپاریدند. به ادعای آنها در جسد نشانهای شکنجه زیاد دیده میشد. مقامات بازداشت رحمانوف و در چه حالت فهمیدنی او را شرح ندادند. به گفته یک از نزدیکان رحمانوف، وقتی جسد را به خویش و تبارش در دوشنبه سپاریدند، در بدنش آثار زیادی شکنجه از جمله ایزی دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پای دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است، به قبل نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته بود. به گفته یکی از دیگر از نزدیکان سید اعظم، در خارج کشور جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نواربرداری منع می کنند. تفصیلات این موضوع را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org بخوانید. پلیس ولایت سوخت یک جوان را با اتهام به قتل رساندن پدرش بازداشت کرده است. در این باره اکبر شریفی، سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت، 14 اکتبر در یک برنامه تلویزیونی خبر داد. با گفته منبع، این پدر و پسر ساکنان جماعت ددبای خلماتوی ناحیه باباجان غفوروف بودند و در تنهایی زندگی می‌کردند. پلیس میگوید که پدر و پسر در حالتی مستی با هم جنجال میکنند و پسر 34 ساله پدر 67 سالش را کشته به حبس میپرتاید. خود جوان در نواری که معلوم نیست تحت چه شرایطی ثبت شده است میگوید برای پنهان کردن جنایت جسد پدرش را به حبس پرتافت. مقامات گفتند پسری مرد کشته شده بازداشت شده، علیهش با اتهام کشتار پرونده باز شده است و این مرد تا 15 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان این بار اول نیست که پسران با اتهام کشتن پدرانشان بازداشت میشوند. یک گروه نظامیان تاجیک برای شرکت در مشق‌های منطقوی برلک 2025 به ازبکستان رفتند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که این مشق‌ها از 11 تا 21 اکتبر سال روان در شهر سمرقند برگزار می‌شوند. مقامات گفتند که جانب ازبکستان برای اجرای وظیفه‌های در پیش ایستاده در دایره مشق‌های منطقوی برای نظامیان تاجیکستان شرایط خوب خدماتی تشکیل کرد. قرار است در این تمرین‌ها همچنین نظامیان آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت کنند. تا فرارسیدن فصل زمستان یک ماه دیگر مانده است. ساکنان تاجیکستان از حالا برای زمستان آمادگی می‌بینند، چون در سردی‌ها برق با محدودیت داده می شود و مردم مجبورند با دیگر را خانه خود را گرم کنند. ما از ساکنان شهر باختر پرسیدیم که برای گذراندن زمستان چه آمادگی دیدند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. خیلی علاوه میگیریم مثلشون. ها میگیریم، خیلی ارد میگیریم مثلشون، برای زندگی روها میگیریم. حرکت کردیم موزی هر رفته آماده استیم یکون نصب کردگیشه میگیریم. اگه حرکت کنید برد نباشد این تعذب میکشد مردم در گودکو همین سولش رفتگی و یک چی میکنن او کنیشن بیبرد. ما آخر در ایتش کار میکنیم چی خیلی سوزه خدارش که همون سویه در بیتن دیگه مشکلی نیست. هم جمع کنن، ذخیره کنن از زمستون با تایاری چی میبینیم با خیلی پیچکه میخری لیتر آباگریواتی ایتاش پیچکه کدام نشود. چی میخریم؟ کور میخریم، هزو میخریم، پیچکه میمونیم. تمام دیگه چی کنیم؟ مشکل اساسی هم سویت کشی. ما عیشانی ما شلوکم سویتون نمیکشم. ما راست گب یخدم تو کام هم تینجای 100%. یخدم تو کام با در خونه تر زندگی می‌نم جوش گرم همه شرایطم 100%. اما در راست گپ سویتم کم میبره. اما نه اما سوزه. یخدم تو کام بچه ها رسیدن خیلی اصلاحی هم سوزه راست گپ باید تنی دیگه کس گفته نمیتونه. خیلی بانک محکم کردیم. خیلی ذخیره کردیم. خروکه. زمستون را؟ زمستون همین تیارما میبینیم. زمستون چیزای زفاس میکنیم. همین چی روز غربه؟ همین چی؟ پیاز، آرد، با چی؟ هم رزغور چی در کار باشد همینه چی میکنیم؟ تیار میبینیم ده؟ ایزی ما پشت ایزی میشیم ذخیره زمستون ها میکنیم. نه ها بایی چخیل گو مکن چوب اون علاوی جا میکنیم
نه ها به چوربورا که پاهجان که هزم خیلی هست جارخ شون نگه هم هست 100%. هزم ما ایتاج با هزم در کار نیست ایتاج با ما ایتاج با زندگی میکنم خیلی کمر میگیرد روغن آرد همه چیز در کار کرد برگه همه چیز میگیرد قشلاق با قیین با سویت نیست میدونیتون که سویت نیست زمستان با قشلاق با اینقدر نمیتید همه هم با هست خدا بشکر شهر با هست قشلاق با نیست نمیتید. بینندگان عزیز شما برای روزهای سرد چه آمادگی دیدید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. رئیس دومای دولتی ویاچسلاو والودین گفت در 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از خاک روسیه اخراج شدند. با گفته او در فهرست افرادی تحت نظارت وزارت کارهای داخلی تا 1 سپتامبر امسال اسم 770,000 مهاجر قرار داشت که قانون مهاجرت را ویران کردند و 3 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. والودین نوشته است که این افراد باید از کشور اخراج شوند. معلوم نیست که این نفران شهروندی کدام کشورها هستند، ولی با گفته والودین برای خط سیاه پلیس روسیه از سنه 5 فوریه سال جاری اسم چنین نفران را وارد کردند. والودین نوشته است آنهایی که مقام خود را قانونی نکردند باید پیش از آن که روسیه را ترک کنند به مقامات خبر دهند که در کدام روز و با کدام راه و به کدام کشور سفر می‌کنند. رئیس پارلمان روسیه گفته است که چاره‌های جاری شده برای به تنظیم درآوردن ساحه مهاجرت در این کشور مساعدت می‌کنند. روسیه دوام 2 سال اخیر ده‌ها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 اکتبر را فرا می‌گیرد. 15 اکتبر سال 1929 هیئت شوراهای تاجیکستان اعلامیه برآمدن از هیئت جمهوری شوروی ازبکستان و داخل شدنش به عنوان جمهوری هفتم کامل حقوق به هیئت اتحاد شوروی را قبول کردند. مقام جمهوری جداگانه به تاجیکستان هرچند در قالب کمونیستی ولی امکان رشد بیشتری فرهنگی و مدنی را فراهم کرد. 15 اکتبر سال 2015 پارلمان تاجیکستان جزا برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. همکنون برای این عمل نه تنها جریمه بلکه تا 15 شبانه روز حبس تهدید می‌کند. حامیان حقوق می‌گویند تنفروشی بیشتر پدیده اجتماعی بوده، در فضای مشکلی اقتصادی و بیکاری بیشتر ظهور می‌کند. برخی پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مردان مشتری آنها هم جوابگو شوند. 15 اکتبر روز زنان دهات تجلیل می شود. در تاجیکستان اکثر ساکنانش از جمله زنان در مناطق روستا و کوهدامن زندگی می کنند و کارشان بیشتر به کشاورزی ربط دارد. تولد فرزند، درآمد کمی پولی و مالی، شرایط معیشی سنگین و مشکل پیدا کردن کار از مشکلات عمده زنان روستاهای تاجیک گفته می شود. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد پست شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 114,115 سامانه برابر $100 آمریکایی باشد تا 918 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت گذشته برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً خبر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.